علیم شیرزمانوف یکی از رهبران اپوزیسیون ترکی که در اروپا به سر میبرد شب 20 و 21 مارس در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که بلاگر زاده بدخشان خوشام گلیام آزاد شده است. روز 20 مارس شیرزمانوف اولین شده از بازداشت خوشروز جمایف معروف با تخلص خوشام گلیام از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده بود. مقامات تا کنون خبر بازداشت و رهایی این بلاگر بدخشانی را رسما شرح ندادند، ولی علیم شیرزمانوف روز 21 مارس در صحبت با پایگاه خبری بامداد با تکیه به منابع خود در خاروخ برخی تفصیلات رهایی خوشام گلیام را نقل کرد. بنا به اطلاع رسیده از ساعت 10 صبح تا 11 شب بازپرسی کرده بعد جوابش دادند، ولی بازپرسی او در بنای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی گویا بدون پروتکل در شکل صحبت برگزار شده است. پروکورور نیز به اداره کمیته دولتی امنیت ملی آمده خوشام گلیام را همین جا بازپرسی کرده است. علیم شیرزمان افزود که بچه متهم شدن خوشام گلیام همچنان ناروشن باقی میماند، فقط گویا صحبت بوده است به یگان اتهام. خوشروز جمایف نبیره شادولتوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. بابای او یک هفته پیش شب 14 مارس از عالم چشم پوشید. به گفته یک منبع پایگاه خبری بامداد خوشام گلیام روز 20 مارس زمانی از جانب کارمندان امنیت دستگیر شد که از شادره به مرکز ولایت آمده بود. بنا به اطلاع علیم شیرزمانوف خوشام گلیام بعد حادثه های ماه نوامبر سال 2021 از دوشنبه به بدخشان رفته با اعضای کمیسیون 44 که از حساب نمایندگان جامعه شهروندی برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌های اعتراضگران خاروخ تشکیل شده است فعالانه همکاری داشت. خوشام گلیام 23 سال دارد، خیلی جوان امیدبخش و آگاه. خوشام گلیام بلاگر معروف بود و در شبکه‌های اجتماعی بیشتر درباره تاریخ و زبان‌ها و فرهنگ مردم پامیر مطلب‌ها نشر می‌کرد، اما بعد حوادث اخیر خاروخ و روشقلعه او در چند مطلبش از طلب‌های اعتراضگران خاروخ که به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبکوف و برداشتن پاسگاه‌ها را طلب داشتند حمایت میکرد. پامیر دیلی نیوز پایگاه خبری که مسائل بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که بنا به اطلاع منابعش خوشام گلیام حالا در بنای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروخ قرار دارد. این نشریه نیز از سبب بازداشت این فعال جامعه شهروندی اظهار بیخبری کرده نوشته است که خوشام گلیام به دایره‌های جنایی و دیگر دایره‌ها ربط نداشت و نماینده جوانان روشنفکر به شمار می‌رفت. بعد اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان چندین نفر از فعالان بدخشان به حبس گرفته شدند، از جمله ورزشگر معروف زاده بدخشان چهارشنبهیف و یکی از رهبران جمعیت بدخشانی‌های روسیه امردین علووچوف و چندین نفر دیگر از جمله صادق احمدبیکوف و توتیا امیرشویف در فرودگاه‌های دوشنبه و عضو کمیسیون 44 افتخار سعید بیکوف در خاروخ دستگیر شدند. با این حال در رابطه با کشتار گلبدین زیوبکوف که سبب اعتراضها در خاروخ شد با گذشت قریب 4 ماه یگان نفر گناهکار معین و دستگیر نشده است.